اولین ویدیو از 10 ویدیوی کوتاه آموزش هرکات مبتدی با من همراه باشید. ابتدایی در این تکنیکی که شما برای هرکات نیاز دارید یاد بگیرید، تکنیک شونه قیچیه که به دو روش لایه لایه و ممتد زنی اجرا میشه. برای روش لایه لایه شونه ما روی موم میاد و قیچی ما داخل موم میره. یه سکشن رو بیرون میاریم، بعد اینکه بیرون آوردیم کوتاهیمون رو انجام میدیم، دوباره شونه میکنیم، قیچی ما سکشن بعدی رو میاره و روی الگو کوتاه میکنیم. همین کار رو تا پایین یا از پایین به بالا میتونیم تکرار بکنیم. تکنیک اول برای موهای بالای 4 یا 5 سانته و تکنیک دوم برای موهای کوتاه‌تر از 4-5 سانته که ما از پایین به بالا به حالت ممتد به 3 شکل مختلف که توی کپشن براتون نوشتم میتونیم توی کنار سر و پشت سر با شونه و قیچی شکل سازی کنیم. هدف من از این 10 تا ویدیوی کوتاه اینه که بچهای مبتدی کمک بکنم که کیفیت بهتری توی هرکاتشون داشته باشن. شما هم اگر دوست دارید با ما توی این 10 تا